نیست، زیرا آنها می‌خواهند صف‌های طولانی از مشتاقان آیفون را که روزها منتظر هستند تا به عنوان اولین نفر آخرین مدل از این برند را خریداری کنند ببینند. این تبلیغ رایگان نشان می‌دهد که تقاضا چقدر زیاد است. با این حال تقاضا می‌تواند در طول زمان تغییر کند. به عنوان مثال گوشی‌های آیفون همیشه باید مطلوب باقی بماند، مخصوصاً زمانی که شرکت‌هایی مانند سامسونگ رقابت فزاینده‌ای با آنها دارند. یکی از بزرگترین چالش‌ها برای رسیدن به فروش بیش از حد این است که بدانیم چگونه باید نسبت به رقبای خود واکنش نشان دهیم. در دهه 1980 جراحی پلاستیک بیش از حد به عنوان یک تجارت رقابتی شناخته شده بود و برای تعداد انگشت‌شماری از پزشکان با وجود هزینه‌های هنگفت تقاضا وجود داشت. اما پس از پیوستن هزاران پزشک دیگر به این بزینس، قیمت‌ها باید به شدت کاهش می‌یافت تا رقابت باقی بماند. بنابراین یک راه عالی برای رسیدن به فروش بیش از حد ایجاد بازار خاص برای مشتریان وفادار بود. با نوآوری بیشتر، محیطی راحت‌تر و فروشی ارزان‌تر بازار را مختل کنید. پیدا کردن یک بازار خاص ساده‌تر از ایجاد آن است. با این وجود یکی از بهترین راه‌ها برای راه‌اندازی یک کسب و کار با فروش بیش از حد ارائه یک محصول واقعاً خلاقانه و منحصر به فرد است. واقعاً منحصر به فرد و مبتکر بودن به این معناست که شما هیچ رقیبی ندارید. این همان چیزی است که وقتی آیپد عرضه شد اتفاق افتاد. از آنجایی که هیچ کس دیگری تا به حال یک پخش کننده موزیک کاربرپسند و با طراحی خوب را ارائه نکرده بود، بنابراین قبل از عرضه آیپاد هیچ بازاری برای آن وجود نداشت. بنابراین زمانی که آیپاد در سال 2002 عرضه شد، هیچ رقابتی برای آن وجود نداشت و این محصول یک بازار خاص برای خودش داشت. هنگامی که رقابت وارد دنیای فروش می شود، شما می توانید با ایجاد روابط قوی مشتریان وفاداری را ایجاد کنید. یک روش سنتی و در عین حال قابل اعتماد برای انجام این کار استفاده از قراردادهاست. به عنوان مثال، هنگامی که به عنوان یک شرکت مخابراتی هستید، پیشنهادات زیادی